خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. دکتر صاحب عزیز، امید که خوب و صحتمند باشین. امروز در انومالی هایی که در قسمت در جنین، در قسمت رأسشان یا در قسمت سرشان در رحم مادر ایجاد شده می باشه یا موجود می باشه، دکتر صاحب عزیز، ما او انومالی ها را مطالعه میکنیم یا میخوانیمشون، دکتر صاحب عزیز. خب دکتر صاحب، اولین انومالی که نظر به شکل یا ساختمان خارجی ایجاد میشه یا یا تشکل میکنه، او به نام کرانیال کولپس یاد میشه. درست است دکتر صاحب عزیز؟ اولین انومالی که ما باید بفهمیم یا بخونیمش کرانیال کولپس است. ما برای شما نشانی کردیمش دکتر صاحب عزیز. این انومالی چه رقم انومالی است دکتر صاحب عزیز؟ در این حالت دکتر صاحب، در کرانیال کولپس جنین زنده است، اما مشکلی که ایجاد شده اینجا استخوان‌هایی که در قسمت رأس یا استخوان‌های سر جنین است، اینا غیر منظم هستند یا نامنظم هستند. ببینید دکتر صاحب عزیز، این حالت چی میگه؟ کرانیال کولپس، یا حالتی است که جنین زنده بوده اما انومالی تشکل کرده، انومالی ایجاد شده. این انومالی در صورتی که در نزد جنین استخوان‌هایی که در جدار رأس است یا استخوان‌های رأسش شکلشان غیر منظم باشه و اینا از حالت نرمال و ابنرمال تشکل کرده باشن یا غیر نرمال شده باشن، ایره چی میگه؟ کرانیال کولپس میگه. جنین زنده است اما استخوان هایی که در قسمت جمجمه جنین است دکتر صاحب، اینا غیر نرمال هستن. ببینید دکتر صاحب اینجا برای ما شما نشان داده این استخوان هایی که به شکل ابنرمال یا غیر نرمال هستن، اینا رو چی میگه؟ این حالت کرانیال کولپس میگه. ببینید دکتر صاحب، یک استخوان دیگه ای است و ایام در قسمت خلف یا پشت سر است و ایام در قسمت طرف راست یا طرف چپ یا دو طرف سر است. درست است دکتر صاحب عزیز؟ در صورتی که این استخوان ها به شکل غیر منظم یا پراکنده باشند در قسمت راس و ما در التراساوند اینا را به شکل پراکنده ببینیم، این حالت به نام چی یاد میکنیم؟ به نام کرانیال کولپس. یا دکتر صاحب عزیز، استخوان هایی که جمجمه و در استخوان های قسمت جمجمه نامنظم یا حالت منظم یا حالت نظم خود اینا از دست دادن، این حالت به نام کرانیال کولپس یاد میکنن. دکتر صاحب شما این اسکرین شات بگیرید باز برای من نوشته کنید که چه قسم یک انومالی است. در این حالت جنین زنده است دکتر صاحب، اما استخوان‌هایش در استخوان‌های جمجمه نامنظم است یا نظم خود اینا از دست دادین. خب دکتر صاحب عزیز، دوم انومالی که ما میخوانیم یا انومالی دوم ما کرانیو سینوس تازس است. کرانیو سینوس تازس چی است دکتر صاحب؟ بسته شدن قبل از وقت سوچرهای رأس است. در صورتی که سوچرهای راس یا استخوان‌های راس دکتر صاحب وقتی که طفل تولد میشه یک مقدار فاصله می داشته باشن، اونا قبل از وقت بسته شوند، ایره دکتر صاحب چی میگه؟ کرانیو سینوس توزس یا کرانیو سینوس توزس میگه. برایش ای کدام مشکل ایجاد میکنه؟ کاز آف اسمال هید، سر یا راس جنین خرد میباشه نسبت به حالت نرمالش. کرانیو سینوس توزس کدام حالت است؟ حالتی است که سوچرها قبل از وقت یا قبل از اون میاد که باید پوره کنه یا تکمیل کنن، اینا بسته میشن. برای این حالت چی میگه؟ کرانیو سینوس تازس میگه. کدام مشکل ایجاد میکنه؟ کاز آف اسمال هید، راس کوچک میباشه از حالت نرمال. ببینید دکتر صاحب، کرانیو سینوستازیس است. اینجا دکتر صاحب سوچرها نسبت به حالت نرمالشان وقتر بسته شده. این راس حالت کوچک به خود گرفته یا راس از حالت نرمال کوچک است. دیگه دکتر صاحب عزیز، سوم انومالی اکرانیا است. عظام قفل هیچ موجود نمی باشن یا استخوان‌های جمجمه اصلا موجود نمی باشه یا تشکل کرده نمی باشن. این چی میگه؟ اکرانیا میگه. در صورتی که استخوان‌های جمجمه یا عظام قفل هیچ موجود نباشه یا هیچ تأسیس نکرده باشه دکتر صاحب، برای چی میگه؟ اکرانیا. ببینید دکتر صاحب، اینجا مغز یا برین موجود است اما در دورش استخوان موجود نیست. این حالت به نام چی یاد میکنن؟ به نام اکرانیا. درست است دکتر صاحب عزیز؟ در صورتی که در استخوان‌های جمجمه یا استخوان‌های راس تشکل نکرده باشن یا تأسیس نکرده باشن، این حالت به نام چی یاد میشه؟ به نام اکرانیا. درست است دکتر صاحب عزیز؟ شما این رو یک اسکرین شات بگیرید باز برای من نوشته کنید که این کدام حالت است. این حالت اکرانیا است. چی تغییر ایجاد شده؟ استخوان‌های جمجمه تشکل نکردین یا استخوان‌های جمجمه تأسیس نکردین، برای حالت اکرانیا میگن. دیگه دکتر صاحب عزیز گفته اینجا اکرانیا اکثرا میتونه که با انسفالی یا عدم موجودیت مغز باشه. او را انومالی دیگه است که ما باز در پایین این در شماره 4 میخوانیم. شماره 4 یا انومالی 4 که در قسمت راس ایجاد میشه، در قسمت سر ایجاد میشه، انسفالی است. انسفالی چی معنا میده دکتر صاحب عزیز؟ حالتی است که هیچ مغز موجود نمی باشه، عدم تشکل یا عدم تأسیس مغز است. ببینید دکتر صاحب، در اینجا
حالتی است که مغز تشکل نکرده. درست است؟ ما بر شما این دکتر صاحب مغز تشکل نکرده. اینجا فکر کنم که اشتباه شده دکتر صاحب عزیز. سلاید. خب خیر، در انسفالی در صورتی که مغز تشکل نکرده باشه در جایش مایع دیگه موجود می باشه، در اونجا خیال انیکویک میته. در صورتی که مغز تشکل نکرده باشه این انومالی را به نام چی یاد میکنن؟ به نام انسفالی. حالتی است که اصلا مغز تشکل نکرده دکتر صاحب عزیز. درست است؟ در صورتی که مغز تشکل نکرده باشه بازی حالت به نام چی یاد میکنن؟ به نام انسفالی. اما انومالی دیگه داریم دکتر صاحب که به نام اگزنسفالیات میشه. اگزنسفالی کدام حالت است؟ بعضی قسمت های نزد دماغ موجود بوده اما بعضی از قسمت های نزد دماغ موجود نمی باشه دکتر صاحب عزیز. ببینید این به شکل این تصویر، یعنی اینجا ببینید بعضی از قسمت های دماغ موجود است اما بعضی از قسمت های دماغ موجود نیست. این چی میگه دکتر صاحب عزیز؟ اگزنسفالی. بفرمایید دکتر صاحب. انومالی دیگه یا حالت دیگه که در نزد جنین ممکن ایجاد شود یا ممکن تأسس کنه اگزنسفالی است. بعضی از قسمت های مغز تأسس کرده یا تشکل کرده اما بعضی از قسمت های مغز تشکل نکرده. درست است؟ یک قسمت از استخوان ها هم در اینجا موجود بوده و یک قسمت از استخوان موجود نمی باشه. این حالت چی میگه؟ اگزنسفالی. درست است دکتر صاحب عزیز؟ ببینید این اینجا این بعضی از قسمت ها مغز موجود است، بعضی قسمت ها موجود نیست و بعضی از قسمت های دیگه استخوان موجود است اما بعضی از قسمت های دیگه استخوان موجود نیست. این حالت چی میگه؟ این حالت به نام اگزنسفالیات میشه. ما براتون گفتم ببینید در یک قسمت استخوان تشکل کرده یا استخوان ایجاد شده، در یک قسمت استخوان تشکل کرده اما در این طرف مقابلش استخوان تشکل نکرده. در یک قسمت از داخل جمجمه مغز موجود است اما در یک قسمت دیگه مغز اصلا دیده نمیشه یا خیال نمیته. این حالت به نام چی یاد میکنن؟ به نام اگزنسفالی. دیگه دکتر صاحب انومالی دیگه یا ببینید دکتر صاحب اینجا اگه حالت در کل انسفالی باشه باز در اون صورت صاحب به کدام رنگ دیده میشه؟ به رنگ انیکویک، سیاه مطلق دکتر صاحب عزیز. دیگه انومالی که ممکن در نزد جنین ایجاد شده باشه و لیمون هد است. سر شکل چی را میگیره؟ سر شکل لیمو را میگیره به خود. درست است؟ لیمون هد برش میگه. ببینید در اینجا اونمون لیمویی که در بازار فروخته میشه دکتر صاحب اینجا سر شکل لیمو را میگیره. اگر ما جنین ببینید استخوان های جنینش نرمال است دکتر صاحب عزیز. دور راسش اونمون جمجمه استخوان های جمجمه نرمال است اما تشوشی را که ایجاد کرده، مشکلی را که ایجاد کرده قسمت انتریورش شکل لیمو مانند به خود گرفته. ایره چی میگه؟ لیمون هید یا سر لیمو مانند. شما میتونید که از اینم یک اسکرین شات بگیرید و برای من نوشته کنید دکتر صاحب کدام حالت است. این دیگه کار خانگیتون شما اسکرین شات بگیرید دکتر صاحب و همچنین از این تصویر دیگه هم یک اسکرین شات بگیرید و برای ما بگویید که این کدام حالت است. از اینم یک اسکرین شات بگیرید دکتر صاحب باز نوشته کنید برای ما روان کنید تلگرام. درست است دکتر صاحب عزیز. بعد ما شما چند انومالی را خواندیم؟ یک انومالی که جنین زنده است اما استخوان‌های جنین نظم خود از دست دادن. صحیح است؟ در صورتی که نظم خود از دست داده باشن این را به نام کرانیال کلاپس میگن. درست است؟ خود جنین زنده است در رحم مادر اما استخوان‌های رأسش یا استخوان‌های جمجمه‌اش شکلشان غیر منظم است یا نامنظم هستند. درست است؟ این یک انومالی. دیگه انومالی دوم کرانیو سینوس تازس است. در صورتی که سوچرهای راس یا استخوان‌های راس سوچرهایش قبل از وقت بسته شده باشند. در این حالت یا بسته شدن قبل از وقت سوچرهای مغز است. در این حالت کدام مشکل ایجاد میشه؟ و مشکل ایجاد میشه راس طفل کوچک میباشه یا راس جنین کوچک میباشه، راسش خرد میباشه. چرا؟ مغز به شکل درست یا به اندازه درست تأسس نکرده یا تکثر نکرده. پیش از وقت سوچرها جمع شدن، سوچرها بسته شدن، استخوان‌ها درست تکثر نکردن، راس جنین یا راس طفل در رحم مادر کوچک از وقتی که تولد میشه راس کوچک می داشته باشه، سرش کوچک می باشه. این حالت کدام حالت یا این انومالی را به کدام نام یاد میکنن؟ کرانیو سینوستازیس است. علت چی را تشکیل میده کرانیو سینوستازیس؟ علت اسمال هد یا راس کوچک. دیگه انومالی دکتر صاحب انومالی سوم اکرانیاس. اکرانیا کدام حالت است؟ عدم تشکل استخوان ها. شما از یک اسکرین شات بگیرید باز برای ما روان کنید، نامگذاری کنید برای ما روان کنید که کدام حالت است. اکرانیا دکتر صاحب اکرانیا عدم تشکل چی است؟ استخوان های جمجمه است. ببینید مغز یا برین تأسس کرده یا تشکل کرده اما استخوان ها تشکل نکرده. این حالت به نام چی یاد میکنن؟ و به نام اکرانیا. دیگه دکتر صاحب ما انومالی که داریم به نام چی یاد میشه؟ انسفالی. در صورتی که دکتر صاحب مغز اصلا تشکل نکرده باشه یا تأسس نکرده باشه، اینطور یک ساخت ساحه به نام به رنگ انیکویک.
دیده میشه. صحیح. انسفالی برش میگه عدم موجودیت مغز. مغز اصلا موجود نیست. درست از دکتر صاحب عزیز، در صورتی که مغز موجود نباشه او را انسفالی میگه. دیگه دکتر صاحب انومالی دیگه اگزنسفالی است. در اگزنسفالی دکتر صاحب یا بعضی از قسمت های مغز، اینی تصویری که فعلا در روی اسکرین است، این اگزنسفالی است. بعضی از قسمت ها مغز موجود است و بعضی از قسمت ها مغز موجود نیست. اینی ساحایی که برنگ سفید یا برنگ هایپر اکویک یا اکوجینیک دیده میشه، این ساحایی است که مغز یا برین موجود است. اما اینی ساحاتی که برنگ انیکویک دیده میشه، این ساحاتی است که برین یا مغز موجود نیست. درست است. اینی ساحاتی که در اطراف دیده میشه، به طرف بالا ما به شکل طویل حلقه کردم، اینا ساحاتی است که استخوان تأسس کرده یا تشکل کرده. ببینید اما در طرف مقابلش استخوان تشکل نکرده یا استخوان تأسس نکرده، در صورتی که بعضی از قسمت ها مغز موجود باشه و بعضی از قسمت ها مغز موجود نباشه. و دیگه چی؟ بعضی از قسمت ها استخوان موجود باشه و بعضی از قسمت ها موجود نباشه. اینا به کدام نام یاد میکنن؟ به نام اگزن سفالی یاد میکنن. دیگه اینا یک اسکرین شات بگیرید واسه نامگذاری کنید با ما روان کنید دکتر صاحب عزیز. خب دیگه انومالی یا انومالی دیگه که انومالی ششمی که در رأس جنین ممکن تأسس کنه یا ممکن تشکل کنه به نام لیمون هد است یا سر لیمو مانند. صحیح دکتر صاحب عزیز؟ رأس جنین یا سر جنین شکل چی را میگیره؟ به خود شکل لیمو را میگیره. درست است. برای چی میگن لیمون هد میگن یا سر لیمو مانند؟ ایام انومالی از دکتر صاحب عزیز. اگر ما کاتیتور یک انومالی سر خوردیم یا در اولتراساوند تشخیص کردیم، برای چی میگیم لیمون هد؟ در راپور لیمون هد گزارش میدیم. شما یک اسکرین شات بگیرید دکتر صاحب. خب دیگه در ابنورمالیتی های رأس چی را داریم یا در انومالی های رأس چی را داریم از نظر سایز یا قدر؟ بی پی دی دکتر صاحب عزیز. سایز بی پی دی چی بود؟ کدام کی میگه دکتر صاحب از شما که بی پی دی چی بود؟ بای پریتال دیامتر. بای پاریتال دیامتر، فاصله بین دو استخوان پاریتال. دکتر صاحب در دو طرف، طرف راست و طرف چپ، دو استخوانی که از اینا به نام پاریتال یاد میشن. درست است. بالای گوش های ما طرف راست و طرف چپ دو استخوانی که موجود است، اینا در قسمت پشت گوش یا بالای گوش اینی استخوان ها به نام چی یاد میشن؟ پاریتال بون. درست است دکتر صاحب عزیز. اینی فاصله ای که از طرف راست تا طرف چپ بین پاریتال بوناست، اینا رو چی میگه؟ بی پی دی بای پاریتال دیامتر، فاصله بین چی؟ قطر یا اندازه دو پاریتال. صحیح دکتر صاحب عزیز. اینجا انومالی هایی که ایجاد میشه ما نظر به چی اندازه میکنیم؟ در حالت نرمال در رحم مادر اگه ما قسمت صدر جنین و قسمت راس جنین فاصله بین دو پاریتال بون اندازه کنیم مساوی هستند. صحیح دکتر صاحب عزیز. فاصله اندازه بطن جنین و اندازه فاصله بین دو پاریتال بون مساوی است دکتر صاحب عزیز. اگه ما بطن مریض اندازه کنیم و فاصله بین دو پاریتال بون اندازه کنیم، در این صورت چی است دکتر صاحب عزیز؟ مساوی است. اگه اینا مساوی بودن نرمال است. اینجا دو انومالی باز در این حالت ایجاد میشه، یکی اسمال هید است، یکی لارج هید است. در ما اندازه کردیم دکتر صاحب در یک طفل فاصله بین دو پاریتال بون و اندازه بطن طفل نرمال است. این راسش نرمال است. اما در حالت دوم چی است؟ در یک طفل دیگه ما اندازه میکنیم که فاصله بین دو پاریتال بون نسبت به بطن طفل کوچکتر است. در صورتی که فاصله بین دو پاریتال بون نظر به بطن یا ابدومن دکتر صاحب عزیز کوچکتر باشه، اینا اسمال هید میگن، سر کوچک نسبت به حالت نرمال. بطین سر راس بطین یا سر بطین نسبت به حالت نرمال کوچک است. یا دکتر صاحب بزرگ می باشه یا لارج هید می باشه، در صورتی که ما اندازه بطن هم اندازه میکنیم و فاصله بین دو پاریتال بون هم اندازه میکنیم. نظر به اندازه بطن دو پاریتال بون فاصله شون زیاد است. باز در این صورت چی برش میگیم دکتر صاحب عزیز؟ لارج هید میگیم دکتر صاحب. درست است. انومالی هفتم چی است؟ اسمال هید است. در اسمال هید چی تغییرات ایجاد میشه؟ در صورتی که فاصله بین دو پاریتال بون از حالت نرمال نسبت به بطن چی باشه دکتر صاحب عزیز؟ کوچک باشه، ایرا اسمال هید میگن. اما در صورتی که بزرگ باشه نسبت به بطن، ایرا لارج هید میگن دکتر صاحب عزیز. دیگه از نظر ساختمان های داخلی ما هایدرو انسفالی داریم. هایدرو انسفالی چی است دکتر صاحب عزیز؟ در سر به جای مغز آب موجود می باشه، اینا چی میگن؟ هایدرو انسفالی. ببینید دکتر صاحب ای چی است دکتر صاحب عزیز؟ ای فاصله بین چی است و ای کدام حالت بر ما نشان میده؟ ای دکتر صاحب عزیز مغز است. هایدرو انسفالی در یک قسمت به جای مغز آب است. و همچنین این تصویر طرف دکتر صاحب عزیز راست نرمال است. ببینید مغز است. تمام ساختمان هایی که ما تالاموس و هایپوتالاموس و تمام ساختمان هایی که تشریح کردم براتون لوب های مغز است. اما هایدرو انسفالی در اینجا
تالاموس موجود است اما مغز موجود نیست. تمام ساحه انیکویک است. درست است دکتر صاحب عزیز؟ در اینجا در یک قسمت مغز موجود نیست اما در اینجا دکتر صاحب عزیز ببخشید دکتر صاحب این بطن است. درست است؟ این ساحه که در یک قسمت ما می‌بینیم این استوماچ یا معده است. درست است دکتر صاحب عزیز؟ این استوماچ یا معده است. اینجا ما فاصله را بین بطن و دیگه کدام ساختمان فاصله را بین بطن و بطن هم اندازه میکنیم و راس هم اندازه میکنیم. فاصله که بین دو پریتال بون است او را هم اندازه میکنیم و فاصله بطن هم اندازه میکنیم. در صورتی که مساوی باشه نرمال است. اگه راس کوچک باشه اسمال هیت، اگه بزرگ باشه نسبت به بطن باشه لارج هیت گفته میشه برش. اما در اینجا دکتر صاحب ما انومالی دیگه ای که داریم هایدرو اننسفالی است. هایدرو اننسفالی کدام حالت است؟ در صورتی که بجای مغز در راس آب موجود باشه. در تصویری که دکتر صاحب در طرف راست است اون نرمال است. ببینید در این ساحه که ما حلقه میکنیم این تصویری که ما حلقه میکنیم این نرمال است. نرمال هید است. هم استخوان ها نرمال هستند و هم مغز نرمال است. اما در تصویر مقابل که ما غیر نرمال نوشته کردم، غیر نرمال، در اینجا چی مشکل ایجاد شده دکتر صاحب؟ اینجا مغز موجود نیست اما بجای مغز آب است. در ساختمان هایی که آب موجود باشه یا مایع موجود باشه باز اونجا چه قسم خیال میتن؟ انیکویک یا برنگ سیاه. ببینید دکتر صاحب تنها تالاموس تشکل کرده یا تنها تالاموس موجود است اما مغز اصلا موجود نیست. اینا چی میگه دکتر صاحب؟ هایدرو اننسفالی. در صورتی که بجای مغز آب موجود باشه این حالت هایدرو اننسفالی میگه. دکتر صاحب شما از اینجا یک اسکرین شات بگیرید از این تصویر باز برای من نرمال و اب نرمالش نوشته کنید. در بالای او ساحه‌ای که نرمال است نوشته کنید نرمال. در او ساحه‌ای که هایدرو اننسفالی یا او تصویری که هایدرو اننسفالی است برای من نوشته کنید هایدرو اننسفالی. دیگه انومالی ما چی داریم دکتر صاحب؟ انومالی دهم هایدروسیفالوس. درست است؟ یا ونتریکولو میگالی. در صورتی که بطینات جنبی، درست است، بطینات جنبی از 1 سانتی متر بزرگ شده باشند. اگر بطینات جنبی از 1 سانتی متر بزرگ شده باشند هایدروسیفالوس یا ونتریکولو میگالی یاد میکنید. بطینات جنبی کدام بودن دکتر صاحب؟ ما برای شما تشریح کرده بودم، نشان داده بودم بطینات جنبی را. درست است دکتر صاحب عزیز؟ اینی بطینات جنبی است که ما کت رنگ سرخ برای شما نشانی میکنم. این چی است دکتر صاحب عزیز؟ بطینات جنبی است. در صورتی که اندازه اینا از 1 سانتی متر کوچک باشه نرمال است. اگر از 1 سانتی متر اندازه این بطینات بزرگ باشه باز کدام انومالی را ایجاد کرده؟ هایدروسیفالوس یا بزرگ بودن بطینات جنبی از حالت نرمال. در صورتی که بطینات جنبی از حالت نرمال بزرگ باشن یا از 1 سانتی متر بزرگ باشن دکتر صاحب عزیز باز اینا را به نام چی یاد میکنه؟ هایدروسیفالوس. درست است دکتر صاحب عزیز؟ یا یک انومالی است. در کدام حالت خیلی اینا نرمال می باشند؟ در صورتی که از 1 سانتی متر کوچکتر باشند. در این حالت باز اینا نرمال هستند. شما از این سلاید هم یک اسکرین شات بگیرید دکتر صاحب باز بر ما نوشته کنید که کدام حالت است و دلیلش چی است. نرمالش چقدر است و اب نرمال چقدر است. در صورتی که هایدروسیفالوس چی است؟ بزرگ بودن بطینات جنبی از حالت نرمال. در صورتی که از 1 سانتی متر اینا بزرگ باشن اب نرمال میشه اما در صورتی که از 1 سانتی متر کوچکتر باشن باز اینا نرمال هستند. این بطن است دکتر صاحب. او ساحه‌ای که ما خط کردیم او هم استوماچ یا معده است. خب انومالی دیگه یا 11 انومالی هولوپرو انسفالی است. هولوپرو انسفالی چه قسم یک انومالی است دکتر صاحب عزیز؟ ایام هولوپرو دکتر صاحب هولوپرو انسفالی و دند واکرز سندروم اینا از جمله یا انواع هایدروسفالی ها هستند. صحیح؟ هایدروسفالی چی مشکل بود؟ در صورتی که بطینات جنبی از 1 سانتی متر بزرگ شده باشند. باز این نوع دیگه ایش که بطینات جنبی دکتر صاحب عزیز اینجا گفته هولوپرو انسفالی. هولوپرو انسفالی چی است دکتر صاحب عزیز؟ گفته در تشریح در صورتی که بجای 2 بطین دکتر صاحب 3 بطین موجود باشه، یعنی بطین سوم موجود باشه، 2 بطین نه دکتر صاحب 3 بطین موجود باشه. این چی میگه دکتر صاحب؟ هولوپرو انسفالی. درست است دکتر صاحب؟ اینی ونتریکولو میگالی است. ونتریکولو میگالی چی است دکتر صاحب عزیز؟ در صورتی که بطینات از 1 سانتی متر بطینات جنبی بزرگ شده باشند. ببینید دکتر صاحب اینجا اینی بطین از 1 سانتی متر بزرگ شده. صحیح اندازهش این چی میگه دکتر صاحب؟ هایدروسیفالوس یا ونتریکولو میگالی یا ونتریکولو یا هایدروسفالی. درست است؟ هایدروسفالی یا ونتریکولو میگالی کدام حالت است؟ بطینات جنبی از 1 سانتی متر بزرگتر شده باشند. دیگه انواعشون دکتر صاحب اگر
بجای 2 بوتین جنبی 3 بوتین جنبی تاسیس کرده باشه، این به نام چی یاد میکنه؟ هولوپرو انسفالی. درست است؟ بجای 2 بوتین جنبی 3 بوتین تاسیس کرده. ببینید 1 2 و 3. درست است دکتر صاحب عزیز؟ یعنی اینجا ببخشید باش که اینجا کشته باشه 1 2 و 3. بجای 2 بوتین 3 بوتین تاسیس کرده. این چی میگه؟ هولوپرو انسفالی. دیگه چی است دکتر صاحب؟ سندروم چیز انومالی سوم هایدروسفالی، انومالی دومش دندی ویکرز سندروم. دندی ویکرز سندروم چی است دکتر صاحب عزیز؟ در بوتین چهارم مایع موجود است. صحیح دکتر صاحب؟ ایرا چی میگه؟ سندروم میگه. حالتی است که سندروم تحسس کرده. ببینید دکتر صاحب در یک بوتین اینجا مایع تجمع کرده. مایع با کدام نام با کدام شکل ایجاد دیده میشه؟ به شکل انی کویک دکتر صاحب عزیز. درست است؟ و همچنان در اینجا ببینید اینجا مایع تجمع کرده در صورتی که در بوتین چهارم مایع تجمع کرده. واسه چی میگه؟ دندی ویکرز سندروم. درست است دکتر صاحب عزیز؟ دندی ویکرز سندروم. هایدروسفالوس دکتر صاحب اگر از نظر گرید بندی ما را درجه بندی کنیم، شما میتونید که نوت بگیرید. به 3 گرید تقسیم میشه: مایلد است، مودریت است و سیویر است. صحیح؟ حالت ابتدایی است. اگر ما گفتیم در صورتی که از 1 سانتی متر بزرگتر باشه باز هایدروسفالی است. صحیح؟ اینجا دکتر صاحب اگر بین 1 تا 1.2 باشه این هایدروسفالی مایلد است یا هایدروسفالی خفیف است. اگر بین از 1.2 بلند باشه تا 1.5 سانتی متر باشه باز این هایدروسفالی مودریت یا هایدروسفالی متوسط است. اما اگر از 1.5 سانتی متر بیشتر باشه این باز هایدروسفالی چی است؟ سیویر یا هایدروسفالی شدید است دکتر صاحب عزیز. درست است؟ ببینید اینجا در بوتین چهارم چی ایجاد شده؟ مایع تجمع شده یا آب تجمع کرده. این چی میگه؟ دندی ویکرز سندروم. در بوتین چهارم چی ایجاد شده؟ آب ایجاد شده یا آب تجمع کرده. دندی ویکرز سندروم برش میگه. درست است؟ هایدروسفالی 3 گرید داشت: مایلد، مودریت و سیویر. در صورتی که از 1 تا 1.2 باشه مایلد است یا خفیف است. از 1.2 تا 5 باشه مودریت است یا متوسط است. اگر از 1.5 به بالا باشه باز سیویر است یا حالت چی است؟ شدید است. ببینید اینجا دکتر صاحب بیخی واضح معلوم میشه که در بوتین چهارم چی تجمع کرده؟ مایع تجمع کرده. این چی میگه؟ دندی ویکرز مال فورمیشن یا دندی ویکرز سندروم یا سندروم از حالت غیر نرمال یا ابنرمال است. این کدام حالت از دکتر صاحب؟ حالت سیویر است یا حالت شدید است. اگر ما اینجا اندازه کنیم ببینید دکتر صاحب بین 1.40 این اندازه چقدر است؟ 1.4 سانتی متر. در 1 تا 1.2 سانتی متر کدام انومالی بود؟ مایلد بود. صحیح است؟ بین 1.2 تا 1.5 چی بود؟ مودریت بود یا حالت متوسط بود. اما از 1.5 به بعد چی بود؟ سیویر بود. این چقدر است؟ 1.4 است. در 1.4 در کدام کاتگوری قرار میگیره؟ مایدریت یا چی است دکتر صاحب؟ یا حالت متوسط است. اما اگر از 1.5 بلند بره باز حالت شدید است. درست است دکتر صاحب عزیز؟ این 1.06 است دکتر صاحب عزیز. این حالت چی است؟ حالت خفیف است یا مایلد است. درست است دکتر صاحب عزیز؟ در صورتی که از 1 تا 1.2 باشه باز حالت خفیف است. هایدروسفالی متوسط است. اینجا دکتر صاحب 2.5 است. دیگه 2.5 که باشه حالت فوق العاده شدید است. ما گفتیم اگر از 1.5 بالا باشه حالت سیویر است. درست است؟ این حالت چی است؟ کدام نوع هایدروسفالی است؟ هایدروسفالی شدید. ما دکتر صاحب عزیز هایدروسفالی خفیف و هایدروسفالی متوسط و هایدروسفالی شدید بر شما میرم. شما اینجا دیگه باز بر من نامگذاری کنید که مایلد است، این مودریت است، این سیویر است. شما از یک اسکرین شات بگیرید. صبر کنید یک لحظه دکتر صاحب. حالا یک اسکرین شات بگیرید باز بر من بگوید که چی نوع هایدروسفالی است؟ هایدروسفالی مایلد است، مودریت است یا سیویر است. این دکتر صاحب عزیز یکیش. یا دکتر صاحب دومش شما اینا برای من بگوید که مایلد است، مودریت است یا سیویر است. یک اسکرین شات بگیرید. بعد این انومالی رو باز شما برای ما بگویید که مایلد است، مودریت است یا سیویر. ما برای شما گفتم از 1 تا 1.2 اگه اندازهشون باشه، اگر از 1 پایین باشه خب نرمال است 1 سانتی متر. اگر از 1 تا 1.2 سانتی متر باشه با سو مایلد است یا خفیف است. از 1.2 تا 1.5 سانتی متر باشه متوسط یا مودریت است. اگر از 1.5 به بالا باشه با سیویر یا شدید است. شما ایران برای ما باز نامگذاری کنید. اینا ببینید دکتر صاحب شما عکس رو بگیرید. ایران شما تخمینی یا حالا میتونید برای ما بگین شما که این کدام نوع انومالی است دکتر صاحب؟ ده هایدروسفالی در کدام گرید قرار داره؟
یکی از دکتر صاحب اینو بر ما جواب بده. شما صدای من داری دکتر صاحب؟ بله صدای شما داریم. این دکتر صاحب از نظر گرید بندی کدام نوع هیدروسفالی است؟ صوت خفیف نیست؟ خفیف. این سیویر از دکتر صاحب ببین در کل یک قسمت یک طرف از بطین مکمل گرفته. صحیح دکتر صاحب؟ بطینات جنبی را یک طرفش مکمل اینجا گرفته. این دکتر صاحب چی میگن؟ کدام نوع هیدروسفالی است؟ این سیویر از دکتر صاحب درست است. سیویر هیدروسفالی است. از 1 سانتی متر اندازهش دیگه کلان شده. این حالت ابنورمال است. خب دیگه دکتر صاحب دیگه انومالیه که در قسمت رأس جنین ممکن ایجاد شود یا به وجود بیاید کدام نوع انومالی است؟ انسفالوسل است. درست است. انسفالوسل چی است دکتر صاحب؟ انسفالوسل عبارت از برآمدگی مغز است یا فتق در مغز است. درست است. بیرون آمدن ناز دماغ از طریق فونتانیل است. صحیح دکتر صاحب عزیز؟ یا برآمدن مغز یا فتق مغز است. ببینید دکتر صاحب در یک قسمت از رأس درست است فونتانیل درست خودش بسته نکرده و از این ساحه چی شده دکتر صاحب؟ مغز بیرون برآمده. ایده چی میگه دکتر صاحب؟ انسفالوسل. در صورتی که مغز فتق کنه یا مغز از یک قسمت برآید و فونتانیل درست بسته نشده باشه از طریق فونتانیل برآمده باشه باز ایده چی میگه؟ انسفالوسل. برآمدن مغز از یک قسمت صحیح برآمدن ناز دماغ از طریق فونتانیل یا برآمدن مغز از یک قسمت از فونتانیل به نام چی میشه دکتر صاحب عزیز؟ به نام انسفالوسل. در صورتی که ما با همچی یک حالت یا همچی یک موضوع دچار میشیم برای چی میگیم انسفالوسل؟ این چی به چی دلالت میکنه؟ به برآمدگی مغز از طریق چی؟ از طریق فونتانیل. ایرام دکتر صاحب شما یک اسکرین شات بگیرید باز نامگذاری کنید که این چی است. درست است دکتر صاحب عزیز. ما انومالی 13 هم خواندیم که انسفالوسل است. انسفالوسل چی است؟ برآمدگی ناز دماغ از طریق فونتانیل است. درست است. یا برآمدگی مغز است یا فتق مغز است. فتق برآمدگی را میگه. ببینید دکتر صاحب اینجا چی شده؟ این نرمال است طرف راست نرمال کرانیوم یا مغزی که نرمال است یا راسی که نرمال است اما اینجا ابنورمال است. انسفالوسل ایجاد شده. ببینید در یک قسمت ها نرمال است اما در یک قسمت ابنورمال است. مغز به طرف بیرون برآمده یا فتق تشکیل داده یا فتق ایجاد کرده. درست است. در اینجا دکتر صاحب شما یک اسکرین شات بگیرید باز نرمال و ابنورمال نرمال را سرش نوشته کنید و انسفالوسل هم نوشته کنید و ساحه‌ای که فتق داده را باز خط کنید حلقه کنید که از کدام ساحه یا کدام قسمت انسفالوسل ایجاد شده. یک اسکرین شات بگیرید. ما دیگه فهمیدیم در صورتی که مغز برآمده باشه از طریق فونتانیل یا فتق کرده باشه یا بیرون برآمده باشه اینا چی میگه؟ انسفالوسل. خب دیگه دکتر صاحب عزیز انومالی هایی که در ناحیه عنق جنین داریم صحیح یا در ناحیه گردن جنین داریم کدام انومالی هستند؟ سیستیک هیگروماس اولین انومالی که در قسمت عنق جنین ما میتونیم ببینیم یا میتونه تأسس کنه او به نام سیستیک هیگروما یاد میشه دکتر صاحب عزیز. یا لیمفو انجیوما هم برش میگن سیستیک هیگروما یا لیمفو انجیوما. این چی نوع انومالی از دکتر صاحب عزیز؟ در صورتی که یک سیست یا یک کیسه مملو از مایع در قسمت گردن جنین تأسس کنه یا تشکل کنه او را به نام چی یاد میکنن؟ سیستیک هیگروما یا لیمف انجیوما. در صورتی که سیست در گردن جنین تأسس کنه او را چی میگن؟ سیستیک هیگروما یا لیمف انجیوما. ببینید دکتر صاحب اینجا این قسمت راس جنین است. درست است. اینی راسش است. اینی قسمت راس جنین است. صحیح سرش است. اما اینجا گردنش است. درست است. گردن در صورتی که باید یک قسم می بود دکتر صاحب یک قسم می بود اما اینجا چی ایجاد کرده دکتر صاحب؟ انومالی ایجاد شده. کدام نوع انومالی؟ سیستیک هیگروما یا لیمف انجیوما. اینجا چی مشکلی پیدا شده؟ سیست در قسمت گردن ایجاد شده. درست است. سیست هیگروما یا سیست انجیوما یا لیمف انجیوما. درست است دکتر صاحب. در صورتی که در قسمت گردن یک سیست ایجاد شده باشه او را به نام چی یاد میکنن دکتر صاحب؟ سیست هیگروما یا لیمف انجیوما. درست است دکتر صاحب. انومالی است که در کدام قسمت ایجاد میشه؟ در قسمت عنق جنین. دیگه انومالی چی است دکتر صاحب؟ تیراتوما. تیراتوما چی است دکتر صاحب؟ این تیراتوما از جمله تومور هاست. درست است. اما توموری است که به شکل سلیم. درست است. اینو ببینید دکتر صاحب
اینجا سیست است، اینجا تومور است. ایره به نام چی یاد میکنن؟ به نام تیراتومات. از جمله کامپلکس مس ها است. ما کامپلکس مس ها را گفته بودیم دکتر صاحب براتون که سیست و سالیت در صورتی که سیستیک ماس و سالیت ماس با هم یک جای شود، یک جای تاسیس کنن، اینا چی میگه؟ کامپلکس ماس میگه برایش. درست است دکتر صاحب؟ از کتلات مختلط است. درست است. هم چی است دکتر صاحب عزیز؟ هم سالیت ماس است و هم سیستیک ماس. اینا این انومالیه که ایجاد شده باشه در قسمت آن جنین، ایره به کدام نام یاد میکنن؟ ایره به نام تیراتوما. ببینید دکتر صاحب اینجا راس جنین است، یعنی ساحه‌ای که ما حلقه میکنم راس جنین است. این ساحه چی است؟ گردنش است. در قسمت گردنش یک چی ایجاد شده؟ یک تومور، اما تومور سلیم است. چرا سلیم است دکتر صاحب؟ جدارهایش نرمال است، اعراض علائم داده اعراض علائم، اما نظر به حالات خبیث نه دکتر صاحب عزیز. دیگه کاهش وزن تناسش ایجاد نشده. دیگه چی دکتر صاحب عزیز؟ خسافت و به اشتهایی و درد و ایجاد نزدش و شدید موجود نیست. این حالت چی است دکتر صاحب؟ حالت سلیم است. تیراتوما کدام تومور است؟ یک تومور سلیمی است که در قسمت گردن جنین ممکن واقع شود و از جمله کامپلکس ماس ها است دکتر صاحب. درست است. اینا به نام چی یاد میکنن؟ به نام تیراتوما. شما یک اسکرین شات بگیرید باز برای من نامگذاری کنید. خب دیگه انومالی چی است دکتر صاحب؟ انومالی دیگه ای که ما باید بفهمیم یا انومالی دیگه ای که باید بخوانیمش اسپینا بایفیدا است. اسپینا بایفیدا چی است دکتر صاحب؟ اسپینا بایفیدا عبارت است چی است؟ عبارت است یک دفکت عظمی است یا بسته نشدن قوس فقری است. دکتر صاحب اینجا ببینید در جدار قوس، در جدار فقرات در این قسمت ببینید در جدار فقرات یک قوس بسته نشده. صحیح است؟ یعنی اینجا یک قوس بسته نشده، اینجا محتویات دماغ به بیرون برآمده. صحیح است دکتر صاحب عزیز؟ یک ساحه مملو است، مایع است. درست است دکتر صاحب؟ در صورتی که در بیشتر در کدام قسمت ایجاد میشه؟ در ناحیه لنبر. در صورتی که در جنین در قسمت لنبرش یا در قسمت هر ناحیه فقراتش یک ساحه را ما ببینیم که از داخل به بیرون برآمدگی بود داره، اینا اسپینا بفیدا میگه برایش. درست است دکتر صاحب عزیز؟ اسپینا بفیدا کدام حالت است؟ حالتی است که قوس فقری درست بسته نشده، دفکت ایجاد شده، کانال نخایی از اونجا محتویات به بیرون به شکل یک سیست میتونه باشه یا میتونه به شکل یک کامپلکس ماس تشکل کنه. دکتر صاحب اسپینا بایفیدا باز چند نوع است؟ صحیح است. یک نوع مننجو سل است. مننجو سل چی است دکتر صاحب عزیز؟ یک نوع از چیز است، اسپینا بایفیدا است. مننجوسل حالتی است که تنها پوش نخا بیرون شده، اون پیامتر و دورامتر و ارکنوئید متر که تجدار نخا است تنها اونا بیرون شده. در صورتی که تنها او پوش ها خارج شده باشه اینا مننجوسل میگه. اما دوم نوع اسپینا بایفیدا مننگو مایو سل از دکتر صاحب عزیز. اگر در صورتی که هم پوش و هم محتویات یا هم نخا بیرون شده باشه ایره به نام چی یاد میکنن؟ مننجو مایو سل است. درست است دکتر صاحب عزیز؟ هم پوش بیرون شده، پیامتر و دورامتر و ارکنوئید بیرون شده و هم خود نخا بیرون شده، ایره به نام چی یاد میکنن دکتر صاحب عزیز؟ مننگو مایلو سل یاد میکنن. دیگه دکتر صاحب مایلو چیزی است. مایلو چیزی چی است؟ در صورتی که کیسه موجود نیست دکتر صاحب اما سهایا تمزق کردین یا سهایا برآمدین اما کیسه تاسیس نکرده، کیسه تشکل نکرده دکتر صاحب عزیز. ایره به نام چی یاد میکنن دکتر صاحب؟ ببینید اینجا سهایا برآمده دکتر صاحب اما چی دکتر صاحب کتش بیرون نشده؟ اینجا کیسه فتکه یا اونجا یک کیسه انساج عصبی کتش خارج نشده. ایره به کدام نام یاد میکنن؟ مایلو چیزس. دکتر صاحب اسپینا بایفیدا چی بود؟ اسپینا بایفیدا بیرون برآمدن چی؟ پرده سهایا همراه با چی؟ همراه با نخاع. سه حالت داره. حالت اولش مننجو سل است. در مننجو سل تنها پرده های سهایا که پیامتر و دورامتر و ارکنوئید است اونا بیرون میشه. درست است. وقتی که اونا بیرون شود کدام مشکل یا کدام حالت ایجاد میشه دکتر صاحب عزیز؟ شکل سیست به خود میگیره. درست است. اینی حالت ببینید به این شکل. اما حالت دومش مننجو مایو سل است. در صورتی که هم سهایا بیرون شده باشه و هم چی دکتر صاحب عزیز؟ اینجا هم سهایا بیرون شده باشه و هم یک قسمتی از نسج دماغ. ایره مننجو مایو مایلو سل میگه. مایلو چیزس چی را میگه دکتر صاحب؟ سهایا بیرون شده. صحیح است. همون از دماغ بیرون نشده، ایره مایلوس چیزیست میگه. درست است دکتر صاحب عزیز؟ این اسپینو بایفیدا وقتی که تاسیس کنه یا تشکل کنه میتونه به شکل سیستیک ماس تشکل کنه و میتونه به شکل سالید ماس تاسیس کنه. حالتی است که نسج دماغ همراه با سهایا یک قسمتی از فقرات ضعیفه باقی میمونه، یک ناحیه ضعیفه ایجاد میشه یا تاسیس میکنه، یک مجرا را به خود ایجاد میکنه یا مجرا را به خود پیدا میکنه. سهایا از داخل اون مجرای فقرات
بیرون میشه. وقتی که بیرون شد همراهش نخاع هم بیرون میشه. وقتی که نخاع هم بیرون شده به نام چی یاد میکنن دکتر صاحب عزیز؟ به نام اسپینا بایفیدا. ما گفتیم سه حالت داره. یک حالتش است که تنها سهایا بیرون میشه، یک حالتش است که هم سهایا و هم چی بیرون میشه دکتر صاحب عزیز؟ هم نخاع. و یک حالت دیگه ای است که تنها سهایا یک یا دو پردهش بیرون میشه، دیگرش تمامش در داخل باقی میمونه. دیگه چی داریم؟ انومالی های صدر داریم. در انومالی های صدر ما چی را مطالعه میکنیم دکتر صاحب عزیز؟ سیستیک ادینو سلام. فقط اینی میره مطالعه میکنیم دکتر صاحب. خلاص است، یک سلاید مونده. سیستیک ادینوماتویک مالفورمیشن. خیلی واسه خواستی یک مرور سریع میکنیم دکتر صاحب، مشکل نیست. سیستیک ادینوماتویک مالفورمیشن این انومالی صدر است. چی نوع انومالی است؟ در این حالت دکتر صاحب عزیز نسج ریه به سیست تبدیل میشه، خود نموشش یا خود ریه انساجش به سیست تبدیل میشه و این شکلش با قلب باید تفریق شود. کت قلب یک قسم می باشه، کت قلب وقدر تغییرات نمی داشته باشه و ما باید ایره از قلب تشخیص تفریقی کنیم. چه قسم تشخیص کنیم دکتر صاحب؟ قلب فعالیت می داشته باشه اما اونجا این سیستی که تشکیل شده سیست ادینوماتویک مالفورمیشن درست است، این حرکت نمی داشته باشه. ببینید اینجا دکتر صاحب سیست تاسیس کرده یا سیست تشکل کرده در این قسمت. فکس خیال چی را میته؟ خیال قلب میته. اما در صورتی که ما درجه یا اونمو پروسه ثبت فعالیت های قلبی را در این قسمت انجام بدیم، باز در این صورت حرکات نمی داشته باشه. ما در اینجا چی را تشخیص میکنیم؟ سیستیک ادینوماتویک مالفورمیشن یا چی دکتر صاحب؟ تشکل یا تاسیس نسج ریه به چی دکتر صاحب؟ با سیست. درست است. تنها تفاوتش با قلبی است که قلب حرکت داره اما این حرکت